بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المجتبى وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. سپاس الله عز و جل را که ما را به اسلام راهنمایی کرد و درود و سلام بر پیامبر برگزیده اش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر خاندان و یارانش. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، جوانان عزیز، در جلسه پیش از تاریخ درخشان این امت عزیز صحبت شد و به شکوه و افتخار گذشته امت اسلامی اشاره شد. امتی که برای قرنها راهبری جهان را بر دوش داشت، دارای عزت، کرامت و اخلاق بلند بود و نمونه از برتری در میان ملت‌ها به شمار می رفت. الله تعالی این امت را برگزیده و آن را بهترین قرار داده است. اما امروز وضعیت مسلمانان در جهان بر هیچ کس پوشیده نیست. با این حال نباید فراموش کنیم که به چه دلیل الله عز و جل ما را برگزیده است و اسباب برگزیدن را نباید فراموش کنیم. الله تعالی فرموده است: کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده اید، به سود انسان ها آفریده شده اید. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر میکنید. و تؤمنون بالله، و به الله ایمان دارید. اسلام کامل زیر این سه بخش مهم می آید و در سه بخش اساسی خلاصه می شود: ایمان به الله یکتا، امر به معروف و نهی از منکر. افسوس که تمدن اسلامی و رهبری آن از بین رفته است و این زیانی بزرگ برای همه بشریت بوده است. چنان که شیخ ابوالحسن ندوی گفته است: با عقب ماندن مسلمانان و کنارگیری آنان از رهبری جهان، همه بشریت آسیب دیدند و فساد در دنیا گسترش یافته است و شر و فساد همه جا را فرا گرفته است. هیچ دین جز اسلام نمیتواند پاسخگوی مشکلات جهان امروزی باشد. اسلام تنها دینی است که برای تمام نیازمندی های انسان در این عصر راه حل دارد. امروز جهان بیش از هر زمان به برادری، وحدت و اخلاق نیاز دارد و اینها تنها در برنامه اسلام یافت می شوند. اسلام است که می تواند به تمام نیازمندی های انسان ها در عصر فعلی پاسخگو باشد. هیچ دین مانند اسلام نمی تواند موفق ترین راه حل مشکلات عصری را پیشکش جامعه خود کند. مثلا مهمترین چیزی که جهان امروز بیش از پیش به آن نیاز دارد همان اخوت و برادری است که اینها و تمام دیگر فضائل جز در برنامه اسلامی جمع نمی شوند. چرا که اسلام فضل و بزرگواری را تنها بر پایه تقوا و عمل نیک می سنجد. برای نجات بشریت ابتدا باید امت اسلامی را نجات داد از این وضعیت دشوار و ناآرام کننده که انسان را تا مرز نابودی کشانیده است. این نجات تنها با همت فرزندان صادق این امت ممکن است. ضرور است که فرزندان صادق امت اسلامی کمر همت بندند، زیرا درمان همه دردها و کشتی نجات از این طوفان هلاک کننده اسلام است. تنها راه درمان دردهای بشریت بازگشت به اسلام است و فقط امت اسلامی شایستگی راهبری این کشتی نجات را دارد. اما راهبری آسان و ساده نیست. این کار نیاز به فداکاری، ایثار، تلاش مخلصانه و استفاده درست از امکانات مادی و معنوی دارد. شرط اصلی راهبری امتها ایمان راسخ به الله و زنده کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. به تعبیر دیگر، ایمان و یقین و حمل رسالت اسلام و فداکاری در راه نشر اسلام در میان تمام جهانیان، یعنی باور کامل، رسالت پذیری، فداکاری در راه رسانیدن پیام اسلام به جهانیان برای هدایت آنان به سوی سعادت دنیا و آخرت. راه نجات دعوت دوباره به سوی اسلام و معرفی درستی آن برای مردم و سپس تربیت نسل آگاه و مؤمن است که بردارنده پیام الهی و مدافع اسلام باشند. آنگاه مبارزه و پایداری تا رسیدن به اقتدار و پیشرفت و ثبات.
خلاصه راه بیرون رفتن از این باطلاق هلاک کننده نخست دعوت و تعریف اسلام برای امت و آماده کردن فرزندان رشید و صادق که بردارنده رسالت اسلام باشند و بعد مدافعه و مبارزه تا اینکه رسیدن به اقتدار و قوت و پیشرفت و تمکین در زمین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یارانش را آموزش میداد و تربیت میکرد تا آنکه آنان نیز با آگاهی از دستورات الهی مردم را به اساس برنامه الهی تربیت کنند. صحابه برنامه تعلیم و تربیت، شیوه دعوت و روش راهبری را از پیامبر صلی الله علیه و سلم آموختند. از تمام حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم شیوه تعلیم و تربیت، شیوه دعوت و روش راهبری را آموختند. آنان پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیام اسلام را به سراسر سرزمین ها رسانیدند و این روش نسل را به طور کامل آماده نمود و آن را برای راهبری و زعامت جامعه انسانی شایسته گردانید. چنان که یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از ایشان در حالی که حاملان تربیت قرآنی و تربیت نبوی بودند به مناطق مختلف رفتند و گواهان تبلیغ رسالت به مردم بودند. امروز جامعه ما نیز برای پیشرفت به همان گونه راهبری و شاگردان با ایمان و شاگردان صادق و شاگردان وفادار نیاز دارد. برادران و خواهران گرامی، در پایان این را گفتنی هستم که اگر امروز می خواهیم فردای روشن و درخشان داشته باشیم، باید با چراغ ایمان و آگاهی از مسیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و از مسیر یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کشتی نجات امت را از طوفان بیرون بکشیم، چرا که آینده از آن کسانی است که آن را با نور هدایت می سازند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.